زمستون 1726 هوای لندن سرد و خاکستری بود. کشور در حالت عادی سر می کرد تا اینکه بوم، خبر عجیبی مثل آتش توی کاه به سرعت نور همه جا پیچید. یک زن روستایی داره توی دهکده گادالمینگ ساری بچه به دنیا میاره، اما نه بچه آدم، بچه خرگوش. مری تافت، زنی که خرگوش متولد میکرد، وسط مردم زایشگاه خودش رو راه انداخته بود و تند و تند خرگوش به دنیا می آورد. وقتی خبر رسید لندن، کم کم خبر به گوش درباریان رسید. پادشاه جورج اول که اهل سرگرمی و شگفتی بود، خود شخصا دستور داد محققا موضوع رو بررسی کنند و اینطور شد که ناتانیل سنت آندره و ساموئل مولینو با عجله خودشون رو پیش مری تافت رسوندند. سنت آندره دکتر معروف و کمی هم عاشق شهرت نمیخواست این ماجرا رو از دست بده. مولینو هم ریاضیدان و اخترشناسی بود که اومده بود ببینه قضیه واقعی یا فقط یه شوخی بزرگه. اون وسط ماما جان هاوارد، قابله با تجربه و پر انرژی، مری رو برده بود خونه خودش تا تولدهای عجیبش رو از نزدیک ببینه. وقتی آندره و ساموئل به اونجا رسیدند، چند دقیقه بعد درد و تشنج مری شروع شد. بدنش میپیچید، نفسش تند میشد، جیغ میزد. میگفتن گاهی اونقدر قوی درد میگرفت که لباس از تنش کنده میشد. شکمش بالا و پایین میپرید، انگار موجودی توی رحمش داره میجهه. بله، درست جلوی چشمای پزشکای پایتخت مری تافت چیزی به دنیا آورد که بیشتر شبیه یک تکه پوست کنده شده خرگوش بود تا هر چیز دیگه‌ای. سنت آندره همونجا شروع کرد به کالبد شکافی. ریه خرگوش رو گذاشت توی آب، شناور شد، یعنی نفس کشیده بود. روده هاش پر از مدفوع بود، یعنی غذا خورده بود، اما هیچ خونی نبود. پزشک ها مات و مبهوت موندن. سنت آندره شکم مری رو معاینه کرد. گفت یک توده سفت سمت راست حس میکنه. نتیجه گرفت خرگوشا توی لوله های فالوپش شکل گرفتن. بعد مثل بچه اومدن پایین تو رحم. مری با آرامش کنار شومینه نشسته بود. انگار نه انگار. شب دوباره درد گرفت. این بار پوست خرگوش مچاله شده مثل توپ در اومد. بعدم سر یه خرگوش بیگوش. باور کردنی نبود. تو اون زمان علم پزشکی هنوز با خرافات قاطی بود. خیلی ها اعتقاد داشتن فکر و خیال زن باردار میتونه روی جنین اثر بذاره. یه دکتر سرشناس حتی میگفت اگه زن باردار زیاد روی اجاق بشینه، بچهش مثل موش در میاد. پس وقتی مری گفت از وقتی خرگوش دیده بود و شب و روز خواب خرگوش میدیده و هوس گوشت خرگوش داشته و نخورده، همه فکر کردن خب معلومه دیگه بچهش خرگوش شده و اینطور شد که هر بار یک تیکه خرگوش میداد بیرون. پزشکا همون موقع خرگوش ها رو توی شیشه های الکلی ریختن و با خودشون به لندن بردن. لندن منفجر شد. روزنامه ها پر شد از خبر زن روستایی که خرگوش میزاید. اما همه باور نکردن. جراح آلمانی دربار سیاکوس آلزر اومد بالای سر مری و مشکوک شد. دید مری وقتی راه میره پاهاشو به هم میچسبونه. انگار میترسه چیزی از دامنش بیفته. بعدم وقتی معاینش کرد استخون خرگوش پیدا کرد، اما رحمش اصلاً باز نبود، یعنی چیزی از رحم بیرون نیامده بود. شک کرد که همش کلاهبرداری باشه. ولی سنت آندره با آبروی خودش به پادشاه تضمین داده بود که معجزه واقعیه. اگه دروغ از آب در می اومد رسوایی کامل بود. پس بیشتر پافشاری کرد. حتی یه عده می گفتن مری واقعا بچه زایده، اما با چهره حیوان. در واقع اون بچه‌های زشتی به دنیا آورده و همون موقع پزشک بزرگ دیگه‌ای به نام ریچارد هم اومد. اون سریعاً فهمید کاسه زیر نیم کاسه است. یک تیکه قشا که مری زایده بود رو بو کرد و گفت این مثانه خوکه، نه قشای بچه. بعد از آشپزخونه همون مهمون خونه یک مثانه خوک آوردن. عین هم بود. اگه مری بچه یادم به دنیا آورده بود، پس مثانه خوک توی رحمش چیکار میکرد؟ یا اصلا اگر هم واقعا خرگوش‌زا بود، اون وسط مثانه خوک وصله ناجور و بی ربطی بود. با رو شدن این ماجرا، با فشار و تهدید مری به آزمایش‌های سخت پزشکی، بالاخره لب باز کرد و اعتراف کرد. همش دروغ بوده.
خرگوشا را با کمک شوهر و مادر شوهرش قاچاقی می آوردن و خودش توی واژنش می زاشته. بعد موقع درد بیرون می کشید. نقششون ساده بود. فکر می کردن اگه مشهور بشن پادشاه مثل بقیه عجایب بهشون خودرو، خونه و کار درست درمون میده تا بلکه از اون فقر و فلاکت نجات پیدا کنن. اما همه چیز برعکس شد. مری تافت افتاد زندان. لقب زن کلاهبردار خرگوشزا رو گرفت. مردم از پشت میله ها مسخرش میکردن. سنت آندره هم بدتر. شاه انقدر از دستش عصبانی شد که از کاخ بیرونش کرد. بیماراش ولش کردن. فقیر شد و میگن تا آخر عمر لب به گوشت خرگوش نزد. کم کم جو لندن از اون هیجان و همهمه به حالت عادی خودش برگشت. مری هم بعد از زندان برگشت روستا. با همه این داستانها جالب اینجاست که اون موقع واقعا باردار بوده. یعنی اون همه تقلا توی شکمش که پزشک‌ها رو متحیر کرده بود توسط جنین خودش بود که یه جورایی می‌خواستن با قاطی کردن این دو موضوع به همه رکب بزنن. داستانش شد نماد. وقتی علم دنبال شهرت میره، وقتی مردم دنبال شگفتی هستند، وقتی خرافات با واقعیت بازی میکنه، چه بلایی سر عقل و منطق میاد؟ و در نهایت مری تافت با یه بچه سالم وسط تمسخر و شایعات با یه لقب جاودانه وارد تاریخ شد. زنی که خرگوش زایید.